شمال ایران 1400 سال پیش شهر تمیشه. به نقل از جریر طبری، فیلسوف و مفسر قرآن و مؤلف تاریخ طبری که از مراجع معتبر تاریخ اسلام است، آمده شهریان چو باج به مسلمانان ندادند، شهر به فرماندهی سعید بن عاص کاتب قرآن و چند آقازاده مسلمان از جمله پسر عمر، عبدالله و پسران علی بن ابی طالب، حسن و حسین درآمد. آنان وعده ایرانیان دادند که اگر دروازه باز کنند تنی را نکشند و چون باور بر آن وعده رفت، دروازه ها بگشودند و از آن روی که در اسلام دروغ جایی ندارد، حسن و حسین و سعید و عبدالله همه ایرانیان تمیشه را کشتند جز تنی، تا در گفتارشان دروغی نبوده باشد. کشتاری وحشیانه در تاریخ که در یاد درختان هیرکانی مانده است، اما گویی نه در یاد مردمان آن دیار. شمال ایران 1400 سال بعد.